دوم ایون سال 2023 خدمات مرکزی جاسوسی وزارت مدافع اوکراین از کشته شدن کاپیتان درجه دوم نیروهای بحری روسیه استانیسلاو رژیتسکی که فرماندهی کشتی زیرآبی جنگی کراسنودار رو به عهده داشت خبر داد. بنا به نوشته این منبع حمله بر رژیتسکی ساعت 6 صبح در داخل روسیه در شهر کراسنودار صورت گرفته. حملگر 7 تیر به جانب او خالی کرده است. از سببی که هوا بارونی بود در جای حادثه کسی نبود. در اوکراین او را به آن ابدار میکنند که محض از کشتی جنگی او در سانحه 14 ایول سال 2022 موشک‌های نو کالیبر به شهر وینیس شلیک کرده شد که باعث کشته شدن 27 تن از اهالی آسایشته با شمول 4 کودک گردید. پس از نشر خبر کشته شدن این فرمانده روس از جانب رسانه‌های اوکراینی، کانال‌های مربوط به مقامات قدرتی روسیه مثل باز و شوت نیز از کشته شدن این نظامی بلند رتبه خبر دادند. بنا به نوشته خبرگزاری تاس، رژیتسکی 42 ساله را هنگام مشق ورزشی یعنی دویدن در نزد مجمع ورزشی اولمپ یک شخص ناشناس که از قبل کمین گرفته بوده است با استفاده از یراق آتشفشان 4 مرتبه از پشت و قفس سینه پرانده از جای حادثه فرار کرده است. در نتیجه برداشتن جراحت‌ها از تیر یراق، رژیتسکی در جای حادثه جان خود را از دست داده است. بنا به نوشته باز، گویا شخص حمله‌گر این فرمانده روس را از طریق برنامه‌ای که برای دویدن استفاده برده می شود پیگیری نموده است. رژیتسکی از برنامه استراوا که برای دویدن پیش بینی شده است استفاده می نمود و پیوسته نتیجه و خریطه راه‌های تعیین نموده خود ضمن مشغول شدن به دویدن را در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی خود نشر می‌نمود. از این رو شخصیت حمله‌گر خیلی آسان او را هدف قرار داده است، چون او دائم از یک مسیر استفاده می‌نمود. بنا به نوشته مطبوعات روسیه، گویا قاتل این فرمانده روس در ثبت بعضی از دوربین‌های نظارتی افتاده است. از روی نشانه‌های او مرد بوده، 40 سال سن داشته، در تنش شیم و پیراهن سیاه و در سر کلاه کبود داشته است. ولی تاس خبر میدهد که شخص حمله‌گر خیلی با احتیاطانه و ماهرانه رژیتسکی را تعقیب نموده او را در جای پراند است که یگان دوربین نظارتی وجود ندارد. استانیسلاو رژیتسکی پیشتر فرمانده کشتی زیرآبی جنگی الروسا نیز بود. تا حمله روسیه به اوکراین او در جنگ سوریه اشتراک نموده در کشتی‌های جنگی روسیه در بحر سیاه و بحر میانه زمین فرماندهی کرده است. شام 11 ایول کمیته تفتیشات روسیه با نشر ویدیو از محل کشتار رژیتسکی خبر داد که در کراسنودار یک مرد سال تولدش 1959 با گمان دست داشتن در این کشتار دستگیر کرده شده است. این بار اول نیست که شهروندان روسیه که از جنگ در اوکراین پشتیبانی نمودند مورد حمله در داخل خاک روسیه قرار میگیرند. از جمله ماه آگوست سال 2022 داریا دوگینا کشته شد. همچنین به نام مخبر جنگ یا وینکور ولادلین تاتارسکی را که از جنگ پشتیبانی و عقیده های روسیگرایی خود را تبلیغ میکرد روز 2 اپریل سال 2023 در شهر سنت پترزبورگ روسیه هنگام شب ایجادیش در یک قهوه‌خانه ترکانیدند. همچنین 6 ماه سال 2023 مبلغ جنگ و به نام نویسنده زخار پریلپین که جانبدار جنگ در اوکراین و سرسپرده پوتین به شمار میرفت در یک حمله در ولایت نیژنی نوفگورود از 2 پای خود محروم گشت. در چندین حالت دیگر نیز مقامات روسیه اوکراین را ابدار میکردند که محض جاسوس‌های اوکراین این گونه حمله ها را در خاک روسیه انجام میدهند. اوکراین در نوبت خود یگان مرتبه دست داشتنش در چنین حمله ها را اعتراف نکرده است.